خیلی خوش اومدین. من زیاد راجع بهتون توضیح نمیدم، میذارم که خودتون توضیح بدین که از کجا اومدین و تو ایران چه پیش زمینه‌ای داشتین، الان دارین چه کاری میکنین و اینا. ولی قبلش بهتون بگم که به بچه‌ها میخوام بگم، در واقع به مخاطبین، که الان هم 10 نفر هستن. چقدر زیادن، الان ساعت 1:30 شب تو ایران. بعد آره میخوام بگم که بچه‌ها، آقا سینا جزء شاید کلا 3 نفر من وقتی ایران بودم باشون در ارتباط بودم که خوب جواب من دادن، و آقا سینا جزء یکی از اون 3 نفر هستن و واقعا همیشه حس مثبت دارم از اینکه باشون صحبت میکنم. همچنانم با هم گاهی صحبت میکنیم با این داستانا. من واقعا خوشحالم از اینکه شما اینجا هستین و وقت گرانبهاتون رو برای ما گذاشتین. دیگه بیشتر صحبت نکنم، بریم که توضیح بدین. خب من ایران علوم پزشکی اصفهان بودم. لیسانسم رو تغذیه و رژیم درمانی خوندم. حدودا سال 88 تا 92 بود، من ورودی 88 بودم. دیگه اونجا من لیسانس رو تموم کردم و از همون موقع توی به قولم فکرم بود که بیام کانادا. برنامه کانادا رو داشتم، بیشتر همون برنامه فوق لیسانس رو داشتم، چون اون موقع زیاد گروه ها و اینا فعال نبودن. یه تک سایت بود به نام اپلای ابراد، نمیدونم شما یادتون باشه یا نه. ما بیشتر از اون اطلاعات رو جمع میکردیم و میگرفتیم. دیگه من از توی همونجا که خونده بودم یه مقداری آشنا شده بودم با به قول معروف این سیستم مهاجرت و اینها. تو این فکرها بودم که دیگه فرصت نشد. یعنی من گفتم لیسانسم که تموم شد، گفتم خب خدمت سربازی رو دارم، برم خدمت سربازی بالاخره به یه جایی برسونم و که بعدش دستم باز باشه. دیگه خدمت سربازی رو رفتیم، دیگه از سر من افتاد. بعد از سربازی دیگه تقریبا این از سر من افتاد و گفتیم یه چند سالی مشغول به کار بشیم فعلا تا ببینیم چی میشه. که دیگه ایران مشغول به کار شدم. طرحم رو خود معاونت بهداشت علوم پزشکی شیراز رفتم و بعدش جزیره خارگ رفتم. حدوداً یک سال 2 سال جزیره خارگ رفتم اونجا برای یه شرکت غذایی که غذای به قولم پرسنل شرکت نفت میداد. من اونجا کارشناس تغذیه‌شون بودم و بعد از اون اومدم دیگه تو شیراز مطب داشتم حدوداً 1-2 سالی. ولی خب دیگه همین جور در بینش هم دیگه داشتم با کارهای به قولم مهاجرت و اینا آشنا می شدم که یک بار 2019 من اقدام کردم برای کانادا. اون موقع 2019 من از طریق پذیرش کالج اقدام کردم اینجا، کالج آلگونکوین توی همین اتاوا. یه رشته‌ای داشت به نام نیوتریشن اند فود سرویس. آره یه همچین رشته‌ای داشت و ما گفتیم که بذار ترای کنیم دیگه. خودم نشستم به قولن مطالعه کردن که چطور باید چیکار باید کرد کلن و اینا. میدونستم همون موقع میدونستم کالج مقدار ریسکی هستش، ولی خب حوصله یعنی حوصله‌ام نمیذاشت که بشینم برای مکاتبه با اساتید و اینا. دیگه با پذیرش کالج قانع شدیم و اقدام کردیم برای ویزا که ریجکت شدم و این دیگه گذشت. دیگه من همینجوری مشغول به کار بودم و کرونا شد دیگه من اقدام نکردم و اینا تا همین 2021 که 2021 دیگه گفتیم که به قولن آش کشک خالته دیگه باید حتما آدم بچینه به قولن استاد پیدا کنه، چون که شانس ویزای کالج خیلی کم بود و آره شانس ویزای خدایش دانشگاه مخصوصا اگر که استاد پیدا می‌کردی خب خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه من شروع کردم به مکاتبه با اساتید و یه پروسه 2-3 ماهه رو شروع کردم و خدا رو شکر اینجا این به قولم استاد بهم اوکی دادم برای رشته کینزیولوژی، چون خود استاده کارش توی زمینه کاهش وزن بود، از
از لحاظ بیهیورال چینج، از لحاظ روانشناسی کاهش وزن کارش بود. توی کوچینگ بود، مثلا به قولن چطور کوچ بکنه، به قولن اون کلاینت شما چطوری کوچ بکنی که بتونی مثلا به اون نتیجه برسی. خلاصه من با مقالاتشون آشنا شدم و درخواست دادم بهشون. یکی از اساتیدی بود که پذیرفت منو و بهم پذیرش داد و این شد که ما اومدیم به قولن کانادا. الان هم در خدمتتون هستم. به سلامتی. آیا دلیل ریجکت شدنتون نوشته بودن که کالجه یا خودتون حدس میزنین که کالج بوده دلیلش؟ نه نزده بودن. خب نمیزنن توی اون جواب نوتایی که میاد، معمولا نوتا جواباش تمپلته و چیزی متوجه نمیشه. نه مال منو مثلا فامیلی تای و اینا زده بودم، ولی خب دیگه ما خودمون چون دستمون تو کار بود میدونستیم داستان چیه. آره یه کمی سخت‌تره واقعا ویزا گرفتن واسش. آره مثلا برای یه چیز دیگه هم که میخواستم، شما چون شیفت از تغذیه به کینزیولوژی داشتین، حداقل دپارتمانش متفاوت بوده، میخوام یه ذره اینجاشو ذره بین بذاریم روش بولد کنیم که ببینیم چی شد که به این نتیجه رسیدین که برای آیا همزمان با اینکه نوتریشن اپلای میکردین کینزیولوژی هم اپلای کردین یا نه؟ مثلا اول به این نتیجه رسیدین که خب از نوتریشن چیزی در نمیاد، بعدش رفتین کینزیولوژی. چجوری بوده؟ یا اصلا از اول علاقتون رو کینزیولوژی بوده؟ من این رو تقریبا از همون موقع که از لیسانس فارغ التحصیل شدم که مثلا 10 سال قبلش بود میدونستم. خب اون موقع به قولن میدونستیم که شما مثلا فقط رشته خودتو که نباید اقدام کنی، باید رشته‌های متفاوت هم که به قولن، چون اینجا خیلی چیز مرسومی هست که شما رشته‌تو عوض کنی توی لیسانس، تو دکترا باز بری یه چیز دیگه بخونی. و این کینزیولوژی رو من میدونستم اینو از ایران از 10 سال پیش. بعد چیزی که اتفاق افتاد این بود که یکی از دوستام که همون از دوستای زمان دانشگاه، این اینجا توی هالیفکس چیز گرفت، پذیرش گرفت و اومد. بعد دیگه اون به من گفت آقا اینم مثلا این رشته مرتبطه و میشه از طریقش اقدام کنی دیگه. من همزمان تغذیه ها رو هم دنبال استاد بودم و رشته های مرتبط، ولی خب عرضم به خدمت شما خب تغذیه سخته اینجا خدایش. فکر میکنم 4-5 تا دانشگاه تغذیه بیشتر نباشه اگه اشتباه نکنم. تعداد دانشگاه ها خیلی کمه، بعضیش هم رقابتیه واقعا، مثل یونیورسیتی اف تورنتو. آره خب سخته و من به خاطر شانسم از دست ندادم خب رشته‌های مرتبط هم اقدام کردم با اساتیدشون. خب اوناییش که مثلا اساتیدشون با ما کار داشتن، یعنی کارهای مثلا مثل ایشون مثلا کار تغذیه‌ای داشت، کارش مرتبط بود با تغذیه، اینا رو من بهشون ایمیل می‌زدم. آره درسته. اون وقت توی پروگرامتون بعضی موقع نگرانیشون اینه که خب ما که بک‌گراند کینزیولوژی نداریم، آیا درس‌ها برامون سخت خواهد شد یا چجوریه؟ یه ایده هم از اونا میدین که مثلا چند تا اصلا درس داشتین؟ کورس بیس یعنی چیزای کورستون چقدر بوده؟ ببینید من اولش تز بیس بودم. خب تز بیس بودن 6 تا کورس بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. بعد اون دانشگاه ما برای همون سال برای اولین دوره اومد کورس بیس این رو هم گذاشت و من چون دیدم که خب سریعتر اونجوری باید من 2 سال مثلا میخوندم، اینجوری من تونستم مثلا تو 4 ترم تموم کنم، 1 سال و خورده ای. آره. بعد اتفاقی که افتاد این بود که من فاند گرفته بودم از استاده، از دانشگاه بودن، نصف شهری هم فاند بود. بعد چون کورس بیس خب فاند نداره دیگه، شما برای فاند باید تز بیس باشید و استاد داشته باشید. ولی من چون که از قبل از دانشگاه فاند گرفته بودم و اومدم کردم کورس بیس، این فاند من از بین نرفت. خوب شد پرسیدم ازتون، خیلی تغییر بزرگی. آره. جالب. پس تغییر دادین. چند ترم خوندین؟ تز بودی؟ تز من ترم 1 که خوندم، ترم 2 دیگه کردم کورس بیس. چه جالب. بعد استادم اوکی بود با این موضوع؟ خیلی استاد خوبی بود. آره بنده خدا یه کمی هم فکر کنم دستش تو حنا موند، ولی خب دیگه هر کسی اولا فکر منافع خودشه. ولی
4 ترمه دیگه شد. من 1 سال و من بودن 16 ماه تموم کردم مستر. آره دیگه چیز کورس بیس خیلی سریعتر چی میشه جمع میشه. آره حالا از تجربتون از همون کورس بیس یه ذره برامون بگین، مثلا چه کورسایی داشتین، ببین خب چه چیزایی یاد گرفتین؟ کینسیولوژی یه چیزی تو مایه‌های فیزیوتراپی تقریبا دیگه. مثلا در مورد این تفاوتش شاید با چیز مثلا فیزیوتراپی اینه که حالا به قولن بچه تغذیه هم خوب اینو میفهمم، کار مثلا کلینیکال نمیشه کرد. خب نه که آها. نمیشه کرد، میشه کرد. مثلا کار تشخیص بیماری های ماسکولو اسکلتاله. یعنی بیماری هایی که کلا اینجوری، یعنی اینجوری و آسیبی که مثلا توی ورزش، توی حتی هر چیزی به عضله و به قولن استخوان عضله و تاندون ها و رباط ها میرسه، اینها کینesiولوژی با حرکت درمانی اینها رو درمان میکنه. یعنی یه جورایی با تمرین ورزشی این رو انجام میده. ولی خب فیزیوتراپی خب اونا دستگاه میذارن، مثلا به قولن دستگاه فیزیوتراپی دارن که کینesiولوژی اینو نداره. کینesiولوژی فقط کارش با به قولن اکسرسایز تراپیه یه جورایی. درسته. خب توی کورس بیسش آیا مثلا کورس‌های آره عملی هم داشتین؟ ما حدودا هر ترم یه کورس عملی داشتیم که از اون 3 ترم که مونده بود 2 تاش مثلا کورس عملیمون همین بود. مثلا حالت کلینیکال بود که می اومدیم تمام دانشجوها مثلا توی یه جا بود که 10 تا صندلی مثلا 10 تا گذاشته بودن و عین موقعی که میریم ماساژ درمانی ما همه مثلا به قولن دراز میکشیدن. تمام اون آسیبایی که مثلا ممکنه به ACL برسه، ممکنه به هر مفصلی یا هر رباط و تاندونی برسه، همه اینا رو به ما یاد میدادن که مثلا اینا چطوری اصلا بدون اینکه شما مثلا MRI بگیری چطور چک کنیم که چه میدونم مثلا طرف پارگی ACL داره، یا نمیدونم هیپش مشکل داره، یا کمرش مثلا مشکل پیدا کرده، مهره های کمر که هر کدومش مثلا مربوط میشه به کدوم بخش از کدوم درد و کدوم مفصل. تمام اینا رو آره درس میدن توی مسترش. و یه قسمت دیگه ای هم که خیلی دخیل هست کینesiولوژی تو بحث ارگونومیه. الان این شرکت های بیمه مثلا اینجا بیمه های کار اینا همشون ارگونومیست دارن و کسایی هستن که کینesiولوژی هایی که کار ارگونومی میکنن، میرن توی شرکت ها، میرن توی مثلا محل کارها، حالا بستگی به هر کاری، و اینا اسسمنت میکنن که اون ارزیابی میکنن که اون مثلا کسی که داره اونجا کار میکنه الان این ریسک کدوم بیماری به قولن از ماسکولواسکلتال اون استخوان عضله کدوم حرکتایی که داره هر روز انجام میده این ممکنه به کجا آسیب بزنه، و با شرکت های بیمه هم خیلی کار میکنن. چقدر جالب. اتفاقا خواستم سوال بعدی رو از روی بازار کار بپرسم که یه کوچولو توضیح دادین که کار بالینی و این داستانا میشه یه ذره بیشتر بازش کنیم برامون. آینده این رشته حالا کورس بیسش چجوری میشه آیندهش؟ ببینید اینجا کلن که توی بحث سلامت دیگه خودتون واردید. خب اینجا خیلی رجیستریشن های سخت جلو راه بچه های کسایی که تو کار سلامت هستن هست، و همون گرهی که شما توی بحث تغذیه داریم اونورم هست. یعنی اونورم بحث رجیستریشن هست، اونورم این تاییدیه های استانی رو شما ببری امتحاناشو بدی بگیری بعد تازه بشی مثلا رجیسترد کینesiولوژیست، مثل همین رجیسترد دایتیشن خودمون میخوایم بشیم مثلا. اونا هم همین مسائل دارن دیگه. خب پس یعنی اگر نخوای رجیسترد بشی باید بری تو ریسرچ؟ بخوای رجیسترد نشی خب میگم توی همین اگر شما مثلا علاقه داشته باشی، خب همش واقعا بستگی به خود آدم داره. خب بره مثلا خیلی چیز خوبش مثلا با همین بیمه هاست که شما بری با همین مثلا WSIB که یک بیمه خیلی بزرگیه اینجا، خب این کارش همینه.
یا اینکه شما مثلا فیزیوتراپی اسیستنت میتونی بشی اینجا توی کانادا با این رشته، یا میتونی پرسونال ترینر بشی حتی. یعنی بدون اینکه کورس اضافه نیاز باشه میتونی پرسونال ترینر آره بشی؟ دیگه، پرسونال ترینر میتونی بشی اینجا با کینزیولوژی، چون که خب اینا کامل همین چیزا رو میخونن دیگه، کلا بحث تمرین رو میخونن دیگه، بحث تمرینات ورزشی، حرکات بدن و این چیزا، این مسائل هستین توی کینزیولوژی. خب پس اینش یه ذره پرامیسینگه، یعنی مثلا تو باشگاه میتونن کار کنن؟ میتونن، ولی خب آره مثلا شما توی آگهی ایندید که نگاه کنید، کسانی که کینزیولوژی هستن مثلا بهشون خودشون نوشتن که یا یک مدرکی مثلا از ایس یا کنفیت پرو داشته باشن، یا اینا رو داشته باشن، یا نوشته که مثلا فارغ التحصیل کینزیولوژی باشن. خب پس اینم از بازار کارش به نظر من جالب بود. یه رشته هست تو چیزی مونده بخوام بگی؟ نه، میخوام بگم که بازار کارش رقابتیه، چون تعداد کارش هم مثلا شاید، من البته نمیدونم با چه رشته مقایسه کنم، ولی خب ببین کلا رجیسترد باید بشین دیگه، یعنی شما بخواین اینجا کار درست درمون به قولن بگیرید باید رجیسترد بشید تو هلس، فایده هم نداره اول آخرش هم به قولن اگه تو آدم. سیستم سلامت بخوای بمونی سرتیفیکیت همیشه تو همه کارا مثل که همینه. آره سرتیفیکیت در نهایت نیازه. آره، یعنی شما دانشگاه که میخونی کافی نیست واقعا، باید حتما رجیسترد بشی اگه میخوای ادامه بدی توی اون مسیر. حالا الان گفتین که سخته اینم مثل دایتیشن شدن یا نه؟ همونه دیگه، روند همونه. آره یا چرا انقدر سخت کردن همه چیزو؟ anyway آره. یه چیزی تو ایران هست، یه رشته تو ایران هست به اسم تغذیه ورزشی، تو ارشد بچه‌ها میخونن. میخوام ببینم که این چقدر اصلا به اونی که شما خوندین اصلا مربوطه. اصلا داریم همچین رشته‌ای رو اینجا، تغذیه ورزشی؟ من ندیدم، چون من خودم علاقه‌مند بودم به تغذیه ورزشی و خوبم بودم خدایش تو تغذیه ورزشی. مثلا یکی از دلایلی که اومدم این رشته شاید برای همین بود، میخواستم واقعا تو بحث تغذیه، یعنی گفتم تغذیه رو که اوکی هم، مثلا ورزشم یا تمرینات ورزشی رو هم به قولن مهارت پیدا کنم توش که حالا بتونم اون قسمت وارد شم، ولی من ندیدم خود تغذیه ورزشی رو ندیدم، نمیدونم هست کانادا شما فکر میکنیم؟ نه منم ندیدم. بچه ها خیلی این سوالا میپرسن، برای همین پرسیدم. آره نه میخوان که منم ندیدم. پس شما الان تو همین ارشدتون بوی ردی از تغذیه اصلا کلا نبود؟ نه کینزیولوژی نه، بود. من با استادم که کار میکردم کلا بحث تغذیه بود، ولی توی کورسا نه. فکر میکنین اگر که مثلا تزیس میموندین با الان که کورس بیس شدین آینده کاریش مثلا فرقی میکرد اون قضیه؟ نه خوشحالم از اینکه این کار کردم، چون که خب خیلی هم دورش به قولن سریعتر تونستم بگذرونم، هم این که خب هر چقدر کمتر بشه خب هزینه هم کمتر برای شما دیگه. آره دقیقا، به پیارم نزدیکتر میشی. به پیارم نزدیکتر میشین. آره دقیقا. یه کمی از محیط دانشگاه بپرسیم که اصلا چجوری بود؟ خوب بود؟ یعنی کلاسا اینجور چیزا، یعنی به اندازه کافی احساس بعضی موقع میبینی آدم میره تو دانشکده اینجوریه که مثلا این دانشکده خیلی کوچیکه، شاید مثلا جایی نباشه که همه بخوام بیان. نه دانشگاه لیکت دانشگاه خوبیه خودش، دانشگاه خیلی قشنگی هم هست، یعنی تو دل طبیعت تقریبا در آوردن دانشگاه رو، و دانشگاه کوچیکی هم نیست، دانشگاه بزرگیه. الان هم جمعیت ایرانیای به قولن لیکت خیلی زیاد شده، چون من خودم ادمین ایرانیای اونجا هستم هنوز، و موقع ما اومدیم خب خیلی کمتر بود ایرانی‌ها، ولی الان میدونم اطلاع دارم نزدیک مثلا 400-500 تا ایرانی هست که دیگه برای دانشجو هم دیگه، یعنی اکثرا کسایی که میان دانشجو هم اونجا. دانشگاه خوبیه، دانشگاه با امکانات دانشگاهش من راضی بودم. همینو میخواستم. بعد حالا سوال بعدی اینه که میخوام ببینم مثلا اوضاع فاند دادن چجوریه؟ شما
تجربه دارین من راجبش؟ من تجربه خودم میگم بهتون. من خب خودم در طول پروسه اول که مثلا میخواستم ایمیل بدم و اینا، خب در مورد فان صحبت نمیکردم مثلا. بعد یه مقداری که به قولم میرفت جلوتر و استاد اوکی میداد، میدونستم تا حدودی اوکیه، ازش میپرسیدم. از این استادم هم همون موقع که دیدم اوکی پرسیدم، چون خودش صحبت میکنه در مورد فان با که فقه ها، اگر صحبت نمیکنه دیگه من موقع که دیدم تقریبا 100% شده دیگه باهاشون صحبت کردم. گفت من دستم یکم تنگه امسال، ولی بذار مثلا ببینم بعد چیکار کنم، که فاند منو از گریجویت آفیس گرفته بودن. یعنی فاند چیز بود، فاند من تیچر اسیستنت بود. من برای همین بود که قطع نشده توی کورس. آره، چون من پیچک میگرفتم در اساس دانشگاه، یعنی کارمند دانشگاه هم بودم همزمان یه جورایی انگار. چون بیمه داشتم. آره، به خاطر همون تیچر اسیستنت تقریبا شغل بود و شغل حساب میشد. چون شغل حساب میشد پیچک داشت، چون پیچک داشت بیمه داشت. آره دیگه اون دیگه فرق میکنه. آیا استادی هستش، حالا دیگه شما کورس بیس بودین احتمالا خیلی از استادا رو میشناسین، تصور کنین یکی از بچه‌ها میخواد اپلای کنه، آیا استادی هستش که بیشتر پیشنهادش کنین، هم از لحاظ اینکه آدم خوبی باشه، اخلاق خوبی داشته باشه، همین که شاید فاند بیشتری داشته باشه؟ والا همه‌شون خوب بودن، خیلی مهربونن اینا همه‌شون. جدی؟ والا خیلی مهربون، والا از من خیلی استقبال کرده. یعنی نمیدونم، من حسم اینجوری بود که شاید مثلا به حسم خوب بود در مورد کانادا، ولی تا نیومدم ندیدم نفهمیدم. چون روز اول اینا همه من تبریک گفتن دیگه، مثلا تقریبا چون من تنها اینترنشنال کلاسم بودم. جدی؟ اینا همشون کانادایی بودن. بعد خیلی خوب بودن، خیلی مهربون بودن خدایش. یعنی دیگه دوره که تموم شد خیلی همه با هم دیگه اوکی بودن و اونا هم خیلی از همون اول هوای منو خیلی داشتن خدایش. چقدر خوب که این جو بوده توش. آره نه خیلی. بعد من ازشون هم پرسیدم، مثلا گفتم آقا این کلاس ما چقدر خوب بود و اینا. گفتن که خیلی هاشون گفتن مثلا آقا لیسانس ما مثلا اصلا اینجوری نبود، ما انقدر ما هم صمیمی نبودیم خود کانادایی‌ها. حالا از شانس من بوده حالا یا چیز، ولی کلا خیلی آدمای خوبی هستند. استاداش هم استادای خیلی خوبی هستند. من پیشنهادم اینه که به همه ایمیل بزنن. اگه کسی میخواد دنبال پذیرش ایناست زیاد رو درواسی نداشته باشه، به همه ایمیل بزنه. اگه به قولن دنبال پذیرشی که به قولن بیاد، خب دیگه باید به همه جا شانسش امتحان کنه دیگه. دقیقاً. از یه ذره از اهمیت زبان فرانسه میگین تو اون جایی که هستین؟ حالا اینجا که کبک هیچی، تکلیفش روشن. خواهم خارج از کبک اهمیت زبان چقدره؟ اتاوا خیلی بوله فرانسه خداییش، چون اتاوا یه منطقه است دیگه، چون این ور پل اونتاریو، اون ور پل کبکه. آره، و یک شهرن بهشون میگن اتاوا گاتینو فرنچن اینور دیدم. ولی خود کارهای دولتی توی اتاوا هم خب اکثرا شما باید به قولن دو زبانه باشی، فرنچ هم بلد باشی و خیلی تاثیر داره. شما اینجا فرنچ بلد باشی، با توجه به اینکه به نظرم تمرکز کانادا رفته روی این قضیه، خب خیلی جلوتری از خیلی از کسایی که اپلای میکنن برای کارهای مختلف. اگه فرنچ بلد باشی خب خیلی مزیته. من خیلی تو آگهی ها دیدم که میخوان که شما توی اتاوا فرانسه هم بلد باشی. آره دقیقاً. شما فکر میکنی آیا یه ذره هم از رزومتون میگین که چی شد که مثلا فاند گرفتین؟ فکر میکنین مقاله داشتین مثلا مهم بوده؟ چی بوده جریان؟ نه من مقاله نداشتم. خب من لیسانس بودم، مقاله نداشتم. معدلم هم خیلی بالا نبود که بگم شاید یه کاندیدای
متوسط بودم. ولی خب خیلی به شانس و خیلی چون من البته خب من چون سابقه کار داشتم اون موقع که میخواستم ایمیل بدم به اینا، خب باید شما هی خودتون هی مرتبط کنید. اگه میخوایم به استاد ایمیل بدیم باید بیاید سوابق کاریتون رو بچینید برای با اون وفق بدید با اون استادی که میخواین بهش ایمیل بزنید و حداقلش اینه که به قولن ایمیلاشو میگم مقالاتشو خونده باشین، بدونید رو چه چیزی داره کار میکنه که لینک کنید خودتون رو مثلا با اون کار استاد لینک کنید، بگید من این کارو کردم این کارو کردم. خب من از همین جوری چون که خیلی میگم دیگه ایمیل زیاد میزدم دیگه سریع این دلیله رو میوردم و لینک رو میزدم، یعنی اینجوری بود موقع ایمیل زدن. به خاطر سابقه کارم بود دیگه، کار تغذیه زیاد کرده بودم و آره این لینک رو اگه پیدا کنین که بگی شما روی این کار میکنید، منم روی این کار کردم، یا مثلا حالا حتی کار نکردم میخوام روی این کار کنم و دیگه به شانستونه دیگه. خیلی شانس هم خیلی دخیله. شما استادی ممکنه شما رو نگیره همون سال بعدش بگیره، اون سال شاید جا نداشته باشه، اون سال شاید پر باشه، اون سال شاید فان نداشته باشه. دلیل نمیشه که شما مثلا رزومتون ضعیفه. یعنی خود رزومه من اعتقادم اینه که 50% کاره، شانس هم 50% کاره. آفرین، دقیقا همین هم خواستم. مرسی از جواب. آره نه اصلا اینطور نیست. من خیلی از به قولن کسایی دیدم که اومدن اینجا واقعا رزومه های خیلی ضعیف ولی خب اومدن. آره اون اولا که من پیجمو زده بودم خیلی بچه‌ها راجع به مقاله و اینا یعنی سوال میپرسیدن که چند تا مقاله داشته باشیم خوب این داستانا. فکر کنم یه ذره فرهنگ سازی شد چون دیگه همچین سوالی من دریافت نمی‌کنم و خیلی خوشحالم. ولی خوبه، خیلی خوبه که مثلا شما این رزومه رو داشتین و گفتینش الان که بچه‌ها بدونن که آقا مقاله یه قسمت شاید از کار باشه. هیچ کسی از بچه‌هایی که از مثلا کارشناسی فارغ التحصیل شدن انتظاری نداره برای مقاله، چون نه نداره واقعا. آخه من تو کلامتونم پریدم، ببخشید. می‌خواستم یه چیزی اضافه کنم. نه همینه، منم مثلا اون موقعی که تازه لیسانس تموم کرده بودم تو ذهنم همین جوری بود، مثلا یه رابطه 0 و 1 بود که مثلا مقاله داری مقاله نداری و حالا که مقاله نداری مثلا شما شانست خیلی پایین‌تره، اونی که حتما با ISI داشته باشی. این چیزا دقیقاً یادمه که این مسائل رو ذهنم بود، ولی واقعا 0 و 1 نیست. واقعا 0 و 1 نیست و خیلی فاکتورها به نظر من نقش داره توش. اگر دوست دارین این سوالو جواب بدین، آیا شما مصاحبه دیگه ای هم رفتین به جز این استادتون با این استاد؟ آره من 2 تا مصاحبه داشتم که اون یکی مثلا یادم رفته کجا بود که دیگه ایشون اوکی داد. من دیگه به ایشون گفتم که من پیدا کردم، یعنی به اون استاد گفتم که من استاد پیدا کردم، پوزیشن پیدا کردم و مرسی از شما. تازه ردم کردین شما دیگه. خب نه خب آخه اون فان نداشت، این فان داده بود دیگه درست شد. به سلامتی. خب دیگه کم کم داریم به آخر لایو نزدیک میشیم. میخوام که ببینم که حالا اگه دوست دارین جوابشو بدین، آیا از این جایی که هستین الان راضی هستین؟ همه چی خوبه و آیا برای آینده مثلا چجوری میبینین آینده؟ خیلی راضیم. از کانادا خیلی راضیم خودش. یعنی از خیلی متفاوته به نظر من. موقعی که آدم زندگی نمیکنه متوجه نمیشه امکاناتشو، ولی من کلا از مسیری که انتخاب کردم راضیم. الانم خیلی خوب راضیم و الانم دیگه دارم یعنی میخوام بیفتم تو پروسه این که حالا ان شاءالله اگه بشه کار رجیستر دایتیشن رو پیش ببرم، ببینیم چی میشه. شنیدم سخته ولی خب بالاخره نشد نیست. دقیقاً کار نشد نداره. آره. برام جالبه که بین رجیستر شدن تو کینزیولوژی و تغذیه رو انتخاب کردید. خب اینو خب دیگه زندگی این بوده دیگه. مثلا حالا من کینزیولوژی خب یه چیز جدیدیه برام
علمش هم واقعا اونقدری که رو تغذیه مسلطم ندارم. خب اونو 4 سال کل بیس علم خوندم توی لیسانس، بعد کار کردم، همش به قولن ذهنت، حالا شما هر چقدر هم کارم نکرده باشی ذهنت توی همین راستاست دیگه، میشه با دقیقا مطالب در ارتباطی، مرتب خودتو آپدیت میکنی، بالاخره علاقه هم هست دیگه، علاقه هم به تغذیه خیلی بیشتره. دقیقا. حالا شما تو آنتوریا این احتمالا راههای خیلی بیشتری جلو راهتونه. انشالله به سلامتی خبرهای خوب بشنویم ازت. ایشالله. حالا ببینیم چی میشه، اگه شد نشدم همینجوری هم خوبه. خیلی ممنون بازم از وقتی که گذاشتی